سلام به همه دوستای عزیز که تشریف آوردین توی جلسه مقدماتی ورکشاپ تاروت پارسی. من صفا هستم و حالا جلوتر میگم که چی شد که اصلا کلا همه این ورکشاپ رو شروع کردم و چه اتفاقاتی قرار بیفته، ولی کلیت این هست که هدف رسیدن به یک آشنایی به تاروت در تطبیق با اسطوره شناسی ایرانی. وقتی که میگم اسطوره شناسی ایرانی بیشتر منظورم ستونهای فرهنگ ایرانی هستن، چه توی ادبیات و چه توی هنر، که خب قطعا هنر ایرانی بسیار تحت تاثیر بوده از ادبیاتش و حالا میبینیم که این چطور میتونه معنا درست بکنه توی تاروت. توی این جلسه به عنوان جلسه مقدماتی کاری که قرار اتفاق بیفته اینه که من یه ذره در مورد خودم صحبت میکنم که چه کسی هستم و چی کارها کردم و چه اتفاقاتی باعث شده که به این نقطه برسم که این ورکشاپ رو بذارم و بعد یه ذره شروع میکنم در مورد تاریخچه تاروت حرف زدن که چی شده، این کارت‌ها اصلا چی بودن، از کجا آمدن و الان چه استفاده ای ازشون میشه و چی هستن در کل، و بعد یه ذره وارد مباحث تکنیکی تر میشیم که چی هست تاروت و چه ساختاری داره و چجوری کار میکنه، و در پایان هم توضیح میدم که هدف از این کلاس چی هست، یعنی چرا به جای اینکه بگم خب یک تاروت دیگه میخوام در مورد تاروت حرف بزنم، اینطور نیست. این یک کلاس تاروت پارسیه و تاروت در واقع یک بهانه‌ایه برای اتفاقی که میخوام رقم بخوره. قطعاً کلاس‌های دیگه‌ای خواهم گذاشت که خیلی دقیق‌تر میره توی تاروت، یا اصلا کلاس‌های دیگه‌ای که به تاروت هم شاید ربطی نداشته باشه ولی برای آدم‌هایی که تاروت دوست دارن قطعاً جذاب خواهد بود، ولی حالا اینو توی هدف از برگزاری کلاس توضیح میدم و در پایان هم یه صحبت کوچولویی می‌کنیم، هم سوالهایی اگر شما دارین میپرسین از من و هم من یک سری اطلاعات تکمیلی میدم در مورد 4 جلسه باقی مونده و همچنین اینکه چطور هزینه رو میتونیم هندل بکنیم و چه اتفاقایی از اینجور چیزا. و همونطور که گفتم این جلسه ضبط میشه و من میخوام بذارم توی یوتیوبم به عنوان یک اطلاع رسانی و اینکه آدم‌ها بدونن که این کلاس چی هست و اگر کسی میخواد شرکت بکنه در قسمت‌های اصلی ورکشاپ از هفته دیگه شرکت بکنه. ولی خب بقیه جلسات نمیذارم توی یوتیوب و فقط برای شما خواهد بود. اونایی که هزینه کلاس ها رو خواهند داد، اونا ریکوردینگ رو بعداً خواهند گرفت. تا الان سوالی نداره کسی؟ خب خیلی ممنون. بریم که آروم شروع بکنیم. من صفا کامدیده هستم و اسمی که برای خودم انتخاب کردم چون کامدیده اسم سختیه توی انگلیسی و همچنین برای هندل اینستاگرام و هندل یوتیوبم صفا میرر هست که میشه آینه صفا، و این اسم از این جهت به هم الهام شد از این شعر مولوی: گر آهن است دل تو ز سختیش مگری، که صیقل کرمش آینه صفا سازد. و چون اسم من به عنوان صفا یک معنی خاصی داره در تصوف و معنیش در این هست که تو تنها راهی که میتونی به خدا برسی به جز مرگ این هست که دلت رو از تمام کینه ها و بدی ها و ناراحتی ها بشویی و پاک بکنی تا این آینه، این دل تبدیل بشه به یک آینه‌ای که تصویر خدا توش منعکس میشه. و این حالا هدفی است که من دارم و به عنوان یک کسی که کار هنری داره انجام میده، به خصوص پرفورمنس آرت، این رو برای خودم انتخاب کردم. من توی ایران اول مهندسی متالورژی خوندم توی دانشگاه تهران، بعد یک ارشد سینما گرفتم در دانشگاه سوره و به عنوان طراح صدا و کارگردان تئاتر و کارگردان فیلم کوتاه توی ایران کار کردم و خیلی جای خوبی اجرا رفتم. خوب بود، جالب بود توی ایران بودن و کار تئاتر کردن. و بعد تصمیم گرفتم که برم
دنیا رو بگردم ببینم خارج چه خبره. اومدم هلند، یک ارشد تئاتر گرفتم در دانشگاه اوترخت و اونجا بود که با تاروت آشنا شدم. و وقتی که با تاروت آشنا شدم همه چیز متوقف شد و دیگه نتونستم کار دیگه انجام بدم جز این که فقط تاروت کار بکنم. و 5 سال گذشته از اون موقع و توی این 5 سال به لطف تمام اتفاقاتی که افتاده و آدمایی که آشنا شدم و جاهایی که قرار گرفتم به یک دانشی رسیدم، به یک نقطه‌ای رسیدم از کار کردم با تاروت که خوشبختانه من رو برده به یک سمتی که بتونم برای شما این ورکشاپ رو بذارم و تاروت رو به زبان فارسی تدریس کنم. یه اتفاقی که دیگه که توی این مدت افتاد این بود که یه جورایی با شعر فارسی دوباره آشنا شدم و خب حالا اون خودش داستان زیبایی داره که عاشق یک خانومی شدم و براش یه فال حافظ گرفتم و شعر درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس اومد و اونقدر این در لحظه براش ترجمه کردم این شعر رو و اون در لحظه ترجمه کردن با اون حسی که بینمون بود باعث شد که یک نقطه‌ای باشه که من شروع کنم به ترجمه کردن شعر فارسی و این ترجمه تبدیل شد به یک نقطه‌ای که یاد بگیرم شعر فارسی و که اصلا چی هست که من اینو دارم، یعنی معنی پشت این شعر چیه که من بتونم ترجمهش بکنم به یک زبان دیگه. و اون خودش یک مسیر دیگه‌ای بود که من رو برد به سمت فهمیدن این که چطور این عرفان ایرانی هم ارز هست با عرفان غربی یا اروپایی که خب جلوتر بهش میرسیم. و الان من توی یک موزه کار میکنم به نام Embassy of the Free Mind توی آمستردام که این موزه در واقع کلکشن از کتاب‌های مربوط به فلسفه هرمسیه. با دانشگاه آمستردام خیلی همکاری میکنم، جای مختلف پرفورم میکنم. خلاصه تمام زندگیم حول همه این چیزها میگرده و حالا جلوتر صحبت خواهم کرد در مورد اینکه روش تحقیق و شیوه تحقیق من چی هست و چطور قراره که ما وارد تاروت بشیم و چه استفاده قراره ازش بکنیم. با این مقدمه در مورد اینکه من چی هستم و کی هستم و کجا اومدم، 2 تا چیز هم بگم. همونطور که به دوست عزیزی که سوال پرسیدم میگم من رو استاد صدا نکنین و من رو آقا صفا هم صدا نکنین. این 2 تا، بقیه چیزا میتونی من صدا بکنین و صفا جونم مورد علاقه منه. خب با این مقدمه میریم وارد تاریخچه تاروت میشیم، از قمار تا جادو، چون تاروت اولش صرفا یک وسیله قمار بوده و بعد تبدیل شد به یک وسیله‌ای که باهاش فالگیری میکنن. اول و آغاز داستان تاروت میرسه به قرن 12 13 1200 1270 280 در چین، جایی که کارت های بازی در واقع اختراع شدن. توی چین تونستن یک شیوه خاصی از تولید کاغذ درست بکنن که یک دوام خیلی خاصی داشت و میتونستن ازش کارت‌های بازی بکنن که تو دست، کارت‌های درست بکنن که تو دست هندل بشه. و در واقع این کارت‌هایی که تو این عکس می‌بینین بهش میگن کارت‌های پای یا همون ورق و یه جوره هم ارز با دومینو هستن. دومینویی که این کوچولوهای تایل‌های دومینو و این کارت‌ها تقریبا این هم بودن و همین استفاده برای بازی ازش استفاده می‌کردن. و خب قطعا این کارت‌ها یک سری تئوریا هست که اینفلوئنس شده بودن، یعنی تحت تاثیر قرار گرفته بودن توسط ایچینگ، فلسفه چینی که خب خود اون یک داستانی یا فلسفه چینی ایچینگ در مورد همین فالبینی و پیشگویی هم هست تا حدی که حالا وارد اون نمیشیم. فقط اینکه در دل این کارت‌ها همچین چیزی وجود داشته مهمه. بعد این کارت‌های چینی از طریق جاده ابریشم شروع میکنن اومدن به سمت خاور میانه و توی این مسیر تحت تاثیر فرهنگ‌های مختلف قرار میگیرن و کارت‌های مشابهی به وجود میان که اصلی ترین و مهمترینشون کارت‌هایی هست به نام
گنجفه که توی هند و توی ایران استفاده میشه. یه چیز باحالی که پیدا کردم اینه که یک شاعری به نام اهلی شیرازی یه سری رباعیات می‌نویسه در توصیف این کارت‌های گنجفه. قطعاً شبیه به کارت‌های تاروت نیستن اصلاً، خیلی هم تعدادشون زیادتر بوده، سیستمشون یه ذره فرق داشته، ولی خب یه کلیت مشابهی بوده که سودهای مختلف، عددهای مختلف دارن و جوری که باشون بازی میکردن همون حالت اینی که اونایی که تعدادش بیشتره برنده چی میگن، اونایی که عددش بالاتره امتیازش بیشتره و حالا بگذاریم. و اگر خواستیم بریم این شعرهای گنجفه رو بخونیم خیلی بامزه است و هیچ ربطی به تاروت نداره، ولی این که نگاه بکنیم که تاروت قبل از اینکه شکل بگیره تو مسیرش از ایران گذشته خیلی هیجان انگیز بود برای من. و بعد از این ما هنوز توی قرن 12-13 هستیم. میرسه تاروت به مصر و اونجا تبدیل میشه به اولین دسته کارتی که ما میتونیم بگیم مشابهت کامل داره به تاروت الان، توی دسته کارتی که بهش میگفتن ملوک و نوائب که توی غرب به عنوان دسته کارت‌های مملوک معروف هست چون مال دوران سلطنت مملوک بوده. کارت‌های ملوک و نوائب بسیار شبیه به کارت‌های بازی الان ما هست. در واقع میتونم بگم همونه که 4 تا دسته کارت داشته، این 4 دسته کارت هر کدومشون 10 تا عدد داشتن و این 10 تا عدد هم 3 تا هم کارت‌های تصویر نمیشه گفت، چون اینجا میبینید توی این عکس این الان یک کارت شاه سکه بهش میگفتن. در واقع نقاشی نمیتونستن بکشن چون اسلام بوده و دوران اسلام تو حق نداشتی تصویر آدم ها رو بکشی، ولی خب یه جوری تصویر میکشیدن انگار این عکس پادشاه هست. و بعد این کارت ها بودن که وارد اروپا شدن و تبدیل شدن به کارت های تاروت. و قبل از اینکه من وارد اون بشم یه چیز جالبی رو میخوام بگم که این 4 تا دسته کارتی که توی مملوک و نوائب بود چوگان بود، دسته کارت های چوگان، می‌بینی شکل چوگان رو داره و این بهش میگفتن تومان. در واقع شبیه کاپ هست، شبیه جام هست، ولی در واقع اسمش تومان بوده و تومان هم حالا خب داستان داره که یعنی چی، همون تومن خودمونه به معنی سکه های 10 تا، یعنی 10 تا سکه با هم میشد یه تومن که در واقع این 10 تا از این بوده یک دونه سکه. و شمشیر یا تیغ یا بهش میگن شمشیر سمرقندی. در نتیجه این 4 تا سوتی که ما اینجا داریم، 4 تا دسته‌ای که توی تاروت مملوک و نوائب بوده که البته اسمش تاروت نبوده، اسمش همین ورق خودمون بوده، تبدیل میشه بعداً توی اروپا به 4 تا دسته کارتی که الان داریم. و میرسیم به پیدایش تاروت. چون قبل از این اسمش تاروت نبوده، اسمش چیزهای دیگه بوده، ولی وقتی که این دسته کارت ها وارد اروپا شدن از طریق مصر که بعد رفتن توی سیسیلی ایتالیا و بعد از اونجا رفتن رسیدن به میلان و میلان رو میتونیم اسم بذاریم به نقطه‌ای که تاروت به دنیا اومده در واقع. و قدیمی ترین رفرنس هایی که به تاروت ما داریم در واقع خود کارت های تاروت نبودن، چون کارت های تاروت کارت های ظریفی هستند و از بین می رفتن. قدیمی ترین نشانه های از وجود تاروت توی نوشته هایی بوده که توش اشاره میکردن که مثلا پادشاه ها داشتن ورق بازی میکردن یا فلان جا یک سری دسته کارت داریم، ولی اصلی ترینشون یه سری قوانینی بوده که این بازی ها رو ممنوع میکرد. یعنی اولین چیزی که ما در مورد تاروت توی تاریخ وجود داره این هست که تاروت ممنوع بوده چون قمار بوده و قمار خب همه جای دنیا همیشه یه حالت بدی بهش نگاه میکنن و این برای من خیلی جالب هست که تاروت از اولش یک دشمنای خیلی زیادی داشته، حتی وقتی که صرفاً یک بازی بوده. این دسته کارتی که اینجا میبینیم بهشون میگن ویسکانتی فرانزو و این دسته کارت ها حالا من زیاد نباید برم توی این چیزهای خیلی دقیق، ولی فقط گذاشتم اینجا چون اولین دسته کارتی هستن که تا الان زنده موندن و وجود دارن و خیلی
دست کارت‌های نایاب و زیبایی هستن. اینا همه می‌بینین طلاکاری شده است و توسط یک خانواده پولدار چی میگن گفته شده که ساخته بشه براشون و استفاده که از اینا می‌شده قماربازی بوده، باهاش بازی می‌کردن. و نکته‌ای که در مورد تاروت هست و فرق اصلی که داره با این مملوک و نبائد این هست که علاوه بر این 4 دسته کارت و 10 تایی که دارم و اون 3 تا عکس، یک سری کارت های دیگه ای بهشون اضافه شد و در واقع این تاروت برای این به عنوان تاروت شناخته میشه که یک سری کارت های دیگه ای بهش اضافه شده که بهش میگفتن ترایامفی or trump or triumph که به معنی پیروزیه و یه جورایی هم به معنی اینه که تو چی میگم توان ارزش بالاتری داره. و اینم باز یه نکته خیلی جالبی داره، اینه که بازی که با تاروت میکردن یک چیزی شبیه به حکم خود ما بوده. اینکه توی ایران معروف ترین بازی تاروتی که میگن بازی ورق بازی که انجام میدیم حکم دیگه، و بازی تاروت یه جورایی شبیه به همین حکم بوده که توش 4 تا دسته کارت بوده، بعد یه دونه از این دسته کارت‌ها به عنوان حکم انتخاب می‌شده و بازی می‌کردن و اون دونه دسته کارتی که حکم بوده رو به عنوان دسته کارت برتر ازش استفاده می‌کردن. ولی بعدها میان تصمیم می‌گیرن یه دونه دسته کارت جداگانه‌ای درست بکنن که اون حکم باشه و اون دسته کارت جداگانه میشه ترایمف. در نتیجه اگر می‌خواید توی ذهنتون تصور بکنید که حتما باید این کارو بکنید که تاروت چجوری باهاش بازی میکردن، میتونید تصور بکنید که حکم بازی میکردن ولی به جای اینکه بگن مثلا گشنیز الان حاکمه یا بگن چه میدونم قلب یا دل اینجا حاکمه، یه دسته کارت حاکمی وجود داشته مثلا جداگانه و با همون اون بازی میکردن. من یکی 2 بار حکم رو امتحان کردم با تاروت و خیلی بامزه است، خیلی طولانی تره و کارت بیشترن ولی خب بامزه تره. بعد از این پیدایش تاروت توی میلان کم کم تاروت شروع کرد به گسترش یافتن به قسمت‌های مختلف اروپا. من اینجا عکس چند تا تاروت مختلف گذاشتم، خیلی بیشتر هستن. رفت به سمت آلمان، رفت به سمت سوئیس، رفت به سمت فرانسه، کل اروپا چرخید و همه جا هم تقریبا استفاده مشابهی ازش میکردن و تقریبا حدود 200 سال به این منوال گذشت تا اینکه اوایل قرن 18 یعنی 1700 اواخر 1600 اوایل 1700 کارت های تاروت مارسی تبدیل شدن به اصلی ترین شکل تاروت. قبلش تاروت های مختلفی داشتیم، آرتیست های مختلف جورای مختلفی طراحی میکردن کارت های تاروت رو، ولی وقتی که تاروت مارسی به وجود اومد دیگه همه شبیه اون طراحی میکردن، اون استراکچرش فیکس شد و به یک شکل ثابتی در اومد. و از اینجا بود که کم کم یک سری کارهای فالگیری با تاروت شروع شد به انجام گرفتن. خیلی زیرمیزی بود، زیاد کسی بهش اهمیت نمیداد و هیچ سیستم خاصی هم توش وجود نداشت و بهترین شکلی که میشه توصیفش کرد این بود که توسط کولیهای اروپا انجام میشد، چون کولیهای اروپا معروف بودن به اینکه جوری که پول در می آوردن اینه که کارهای شعبده بازی میکردن، چه میدونم تئاتر بازی میکردن، موسیقی میساختن و یکی از کارهایی که میکردن همین فالگیریه. یه سیستمای خاصی رو طراحی میکردن و میومدن کارت ها رو نشونت میدادن و گولت میزدن، یه جوری مثل همین فالبینی که ما الان میبینیم، یه ذره شبیه اون سیستم به اون شکل به وجود نیامده بود و خیلی من درآوردی بود بین کولی ها. تا اینکه ما میرسیم به اواخر 1700 اینو زیادی رفتم، میرسیم به اواخر قرن 18 یعنی 1770 1780 که اولین اتفاق برای آغاز تاروت به عنوان یک وسیله رمزآمیز یا انگلیسی بهش میگن اسوتریک یا همون علوم خفیه خودمون شروع کرد به وجود اومدن. اون دوران بود که دوران کلونیالیسم بود و خیلی ایده های مختلفی وجود داشت که او آغاز بشریت از مصر، آغاز بشریت از یک جای دوریه که ما میخوایم پیدا بکنیم که اون چیه و شروع کردن چند تا از این فلاسفه و از این انسان هایی که به
علوم خفی اعتقاد داشتن و شروع کردن یک سری تاریخچه های من درآوردی در مورد تاروت طراحی کردن و گفتن که تاروت مثلا از مصر اومده، تاروت یک کتابی بوده که مال هرمیز بوده یا مال ثوث بوده، این خدایان خرد یونانی و خدایان خرد مصری که گم شده بوده در تاریخ ولی کم کم پیدا شده و ما الان اینجا داریمش. و شروع کردن یک سری ایده ها و تفکرات رو انداختن توی تاروت که این سیستم تاروت، این 22 تا کارت، این 10 تا کارت، اینها همه اینها یک سری سیستم خاص دارن و در مورد یک راز نهفته‌ای دارن حرف میزنن و ما میایم این راز رو کشف میکنیم و از طریق اون میایم آینده رو پیش بینی بکنیم. من اینجا 3 تا عکس گذاشتم. این اولین باریه که تاروت به عنوان یک وسیله مصری در موردش صحبت میشه. این اولین کارت تاروتیه که مختص این اعمال فالبینی ساخته شده، یعنی نوشته هایی که دورش هست و سیستمی که طراحی شده و کتابی که باهاش چاپ شده بود، همه اینها تاروت رو به عنوان یک وسیله پیشگویی و فالبینی توصیف کرده بودن. و سومین و مهمترین عکس، این عکسی که اینجا می‌بینید، این یک شخصیت، یک کانسپتی هست به نام بفومت که بفومت توسط الیفاس لیوای طراحی شده. و وقتی که ما میگیم وقتی در مورد شیطان توی اروپا یا آمریکا حرف زده میشه و شیطان رو با بز تشبیه میکنن، این در واقع تصویری هست که آغازگر این تصویر هست که شیطان یک بز هست. ولی در واقع این تصویری بوده که الیفاس لیوای خودش تخیل کرده، حالا بر اساس تخیل هم نبوده اونقدر، یه ذره تاریخ رو خونده و یک سری چیزا پیدا کرده بوده و ایده خودش رو در مورد اینکه تاروت یک ربطی داره به نه تنها مصر بلکه به یهودیت، به سیستم عرفانی یهودیت که بهش میگن قباله یا کابالا، به اون ربط داره. در واقع من صرفا اینجا خواستم بگم که یک سری دانشمندان و عوالم و این اسوتریک ها بودن، اسوتریک استادیز پیپل، یا این انسان هایی که به این عالم های غیب میخواستن دسترسی پیدا کنن، که به تاروت نگاه کردن، به این سیستم عجیب غریبش، و یک سری نشانه ها پیدا کردن که این احتمالاً یک سری جادوگریایی توش هست و ما میتونیم از این استفاده بکنیم. و شروع کردن یک سری سیستم ها تولید کردن، یک سری کتاب ها نوشتن، یک سری نظریات دادن که این تاروت در واقع یک وسیله برای فالبینی و دیدن آینده و جادوگری. باید اینجا بگم که تقریبا تمام نظریاتی که اینها دارن رد شده. تاروت هیچ ربطی نداره به مصر. هیچ کس نبوده که این تاروت یک اتفاق جمعی بوده که دیدین از چین شروع شده، بعد ایران اومده، بعد مصر رفته، بعد اروپا، جاهای مختلف اروپا. در واقع تنها حالی که ما میتونیم بهش بدیم به عنوان یک ابزار جادوگری، همین حال این هست که انگار یک خدای این رو تبدیل کرده به این شکلی که هست، وگرنه اینکه بگیم سیستم هایی بودن که این رو درست کردن در واقع وجود نداشته. ولی این باعث نشده که جلوگیری بکنه که این کارت های تاروت تبدیل بشن به ابزاری برای جادوگرها یا در واقع این دانشمندان و فلاسفه علوم خفیه اروپا. و اینجاست که ما میرسیم به تاروت و طلوع زرین. اواخر قرن 19 توی انگلستان یک سری از این آدم هایی که توی علوم خفیه کار میکنن، توی اون فرقه های فریمسنری یا فرقه های روزی کروشن یا کلا این فرقه های اروپایی که حالا زیاد مهم نیست که واردشون بشیم حداقل امروز، اینها اومدن و یک سری با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی اون موقع که اوایل مدرنیزم بود و یک سری تفکرات پسا استعمارگرایانه یا پست کلونیالیسم داشت توشون به وجود میاد، با دنیا آگاه شده بودن و میخواستن یک جوری تمام خردهای دنیا رو کنار هم بچینن. در این شرایط بود که یک سری انسانهایی کنار هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که یک فرقه جدیدی راه اندازی بکنن به نام طلوع زرین، گلدن دان، یا کاملترش فرقه هرمسی گلدن دان، طلوع زرین. و این آدم ها اومدن چندین سیستم مختلف رو کنار هم گذاشتن، از یوگا تا چاکرا تا قباله تا جادوگری اروپا تا
همه هر چیزی که دسترسی بهش داشتن توی کتابخونه های انگلستان، توی تمام کتاب‌هایی که چاپ شده بوده و اطلاعاتی که وجود داشته، حتی علم روانشناسی تا حدی اون موقع تازه آغازش بوده، همه اینا رو کنار هم به جمع کردن و یک سیستم جادوگری درست کردن به نام گلدن دان، که حالا اینو میذاریم کلا کنار. ولی یک شخصیتی اونجا وجود داشت توی این انسان‌هایی که این فرقه رو به وجود آوردن به نام مک‌گروگر ماترز. این آقای مک‌گروگر ماترز به نظر من و احتمالا نظر خیلی های دیگه و فقط نظر من نیست، یکی از مهمترین شخصیت ها توی تاریخچه تاروته. کاری که مک‌گروگر ماترز انجام داده رو هیچ کس تا حالا نتونسته انجام بده و اون این بود که یک سیستم تاروتی طراحی کرد و ما اصلا نمیدونیم از کجا تونست این سیستم رو طراحی بکنه. خیلی جاهاشو آره میتونیم تشخیص بدیم که از دل چی اومده، ولی خیلی هاشو نمیتونیم تشخیص بدیم که چطور این سیستم رو به این شکل زیبا کنار هم قرار داره. تنها راهی که میشه توصیفش کرد اینه که واقعا یک جادوگر خیلی خوب بوده، یعنی تونسته به یک عوالمی وصل بشه و اینا رو دانلود بکنه که واقعا خارق العاده است. و یک سیستم تاروتی رو به وجود آورد که این سیستم تاروت رو شروع کرد به تدریس کردن به تمام انسان‌هایی که عضو فرقه گلدن دان شدن. و این انسان‌هایی که وارد فرقه طلوع زرین شدن خیلی آدم‌های زیادی بودن. یه جورایی چجوری مثلا توصیف کنم، فکر کن تمام آدم‌هایی که توی تئاتر ایران مثلا کار میکنن همه عضو فرقه گلدن دان عضو فرقه‌ای بشن. در این حد آدم‌های هنرمند، آدم‌های معروف، آدم‌های شاعر، خیلی آدم‌های گنده‌ای وارد این فرقه گلدن دان طلوع زرین شدن و شروع کردن یاد گرفتن این عوالم خفیه. 2 نفر از این انسان‌ها که توی فرقه گلدن دان یا طلوع زرین اومدن، یکیشون الیستر کرولی بود و یکیشون ادوارد ویت، که هر دوی اینها رفتن و تاروت خودشون رو بر اساس سیستم مک‌گروگر ماترز به وجود آوردن. در واقع هر چیزی که این دوتا انسان در مورد تاروت میدونستن، حالا هر چیزی نه، ولی اون سیستمی که اینها طراحی کردن بسیار تحت تاثیر قرار گرفته از مک‌گروگر ماترز. حالا خیلی درامای زیادی داره گلدن دان، حالا شاید یه روزی در مورد اونم کلاس بذارم، خیلی بامزه است. ولی اتفاقی که افتاد اینه که این گروه از هم پاشید با آغاز قرن 20 و همه رفتن به سمت خودشون و یک سری کارهای مختلف انجام دادن. و یکی از اتفاقاتی که افتاد بعد از این فروپاشی این بود که ادوارد ویت تصمیم گرفت که یک تاروت درست بکنه و این تاروت رو چاپ بکنه و در اختیار همه قرار بده. و برای این کار پاملا اسمیت رو استخدام کرد که بیاد این کارتا رو براش نقاشی بکنه و در نتیجهش این بود که یک کتابی رو چاپ کرد به نام The Pictorial Key to the Tarot و همچنین این کارت های تاروتی که معروف ترین کارت های تاروت حال حاضر هستن و اگر شما کارت تاروت دیدین احتمال خیلی زیادی کارت های تاروت ادوارد ویت و پاملا اسمیت بوده رو چاپ کرد. خیلی چیزای مختلفی در مورد این کارت ها من میتونم بگم، در مورد جوری که این سیستم طراحی شده، در مورد اینکه بر چه اساسی بوده، اینکه خوبیاش چیه، بدیاش چیه، خیلی میشه بحث رو گسترده کرد. حتی در مورد اینکه چقدر بدرفتاری کرد ادوارد ویت با پاملا اسمیت و چقدر اینکه امروزه این دسته کارت به عنوان رایدر ویت شناخته میشه، در حالی که اسمیت کسی که خیلی تحت تاثیر قرار داده این کارت رو و نقاشی ها مال اسمیت هست. ولی حالا از اون میگذریم. فقط خواستم بگم که یک اتفاق مهمی بود چاپ شدن این دسته کارت، به این دلیل که تا قبل از این هرچی کارت توی دسته کارت تاروت توی دنیا وجود داشت یه جورایی برای همین فرقه های جادوگری بوده، یه جورایی برای عوام، برای آدم های خاص بوده، برای مردم عادی نبوده. و این دسته کارت ادوارد ویت یک جوری تاروت رو وارد جامعه عادی کرد، وارد فرهنگ عامه کرد، تبدیلش کرد به یک اثر هنری که هر کسی میتونه ازش استفاده بکنه. و کتابی که نوشت خیلی کتاب ساده‌ای بود برای درک این که چطور فالگیری بکنی با تاروت.
بقیه کتابی که قبلا نوشته شده بودن یا مخفی بودن، هر کسی بهشون دسترسی نداشت، یا اینکه خیلی قلمبه سلمبه بودن و تو باید مثلا کلی وقت می‌ذاشتی. ولی الان هر کسی میتونه یک دسته کارت تاروت بخره و شروع کنه کتابشو خوندن، همون دسته هم تاروت بگیره. و این اتفاقی بود که این دسته کارت ادوارد بیت به وجود آورد و یک جنبش بزرگی رو به عنوان تاروت، به عنوان یک ابزار فالگیری به وجود آورد که تا امروز این تأثیر وجود داره و در حال پیشرفته. یک کار دیگه ای که تاروت ادوارد وید و پاملا اسمیت به وجود آورد این بود که حسادت الیستر کرولی رو برانگیخت. این که الیستر کرولی کی هست و چی هست اون یک داستانی داره، اون خودش یک درامای خیلی خاصی هست. ولی فقط این رو بگم که الیستر کرولی خیلی آدمی بود که ادعاش میشد، خیلی آدمی بود که علاقه خیلی زیادی داشت به اینکه خیلی معروف و مهمترین آدم رو زمین بشه و تقریبا هم شد، میشه گفت. خیلی تاثیرگذار بود توی شکل دادن به تاریخ و فرهنگ و هنر قرن 20 و زیاد هم معلوم نیست، یعنی کمتر کسی میتونه این رو یه جوری تشخیص بده، ولی خیلی تاثیر گذاشت و یعنی خیلی تاثیر زیادی گذاشت. ولی یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که این خیلی بدش میومد از تاروتی که ادوارد ویت درست کرده و با ادوارد ویت هم خیلی مشکل داشت، چون با هم دعواشون شده بود سر گلدن دان و یه جوری با هم مجادله هنری و اسکالرشیپ هم داشتن که من از تو بهترم، نه من از تو بهترم. این همه درامایی هستن که اون موقع وجود داشت. ولی اتفاقی که افتاد اینه که این خانمی که اینجا می‌بینید به نام فریدا لیدی هریس، خود این هم یک انسانی بود که توی فرقه‌های جادوگری بوده و خیلی آدم بزرگی بوده و همونطور که می‌بینید یک لیدی بود، یعنی یکی از اشرافزاده نبود ولی با یک اشرافزاده ازدواج کرده بود. این میاد به الیستر کرولی که اینجا عکسش می‌بینید پیشنهاد داد که بیا یک کارت تاروت با هم بسازیم. و الیستر کرولی گفت نه من واقعا حوصله‌شو ندارم، منم پیرم، سخته، ولش کن. و فریدا هریس بهش گفتش که ببین اگر تو تاروت نسازی، تنها تاروتی که میمونه تو دنیا این تاروت ادوارد ویت هست. آیا میخوای این اتفاق بیفته؟ و از جایی که کرولی خیلی بدش میاد از تاروت ادوارد ویت و به نظرش یک ابومینیشن یا یک فارسی ابومینیشن چی میشه؟ یک لکه ننگی در تاریخچه تاروت از لحاظ کرولی، تصمیم گرفت یک دسته کارت تاروت بسازه. از برعکس دست کارت های پاملا اسمیت و ادوارد ویت که چیزی حدود 10 ماه طول کشید تا ساخته بشه، دست کارت های کرولی که به نام سوث تارو یا بوک آف سوث معروف هست 5 سال طول کشید تا ساخته بشه. یک پروسه بسیار بلند مدتی بود، خیلی با هم نامه‌نگاری میکردن، خیلی با هم تلاش میکردن، ورژن های مختلفی ازش میساختن، هی بهتر و بهترش میکردن و آخر در اواسط با شروع جنگ جهانی دوم بود که این کارت ها کامل شدن و در واقع اول به شکل یک گالری نقاشی اکران شدن در عموم و این کارت ها چاپ نشدن تا سالها بعد، چیزی حدود 30 سال بعد از ساخته شده کشیده شدن نقاشی ها این کارت ها چاپ شدن و ما الان داریم کارت ها رو. ولی خود کرولی هیچ وقت کارت ها رو دستش نگرفت یا فریدا هریس خودش هیچ وقت کارت ها رو دستشون نگرفتن. همچنین کرولی هم خودش یک کتابی نوشت به نام The Book of Thoth که یه جورایی مثل همون The Pictorial Key to the Tarot توضیح میده که تاروت چی هست و چجوریه و چجوری کار میکنه و چه استفاده ای ازش میشه کرد. خیلی ولی تفاوت داره این کارت های ثوث با کارت های ادوارد ویت، تفاوت خیلی گنده‌ای داره که اونم باز من داخلش نمیرم. فقط خواستم این رو بهتون نشون بدم، یه ذره خوشگله، من دوست دارم برگ بکنم. من یک دونه دست کارت سورس دارم که جزو چاپ های اول تاروت کرولی هست. دهه 1970 این کارت ها چاپ شده و کیفیتش اصلا خوب نیست چون در اون موقع دوربین عکاسی خوبی وجود نداشت، ولی الان کارت خیلی بهتری هست. ولی فقط خواستم اینو نشون بدم که این آخرین یه جورایی میشه گفت قدم مهم در تاریخچه تاروت بود به وجود آمدن کارت های الیستر کرولی، به خاطر اینکه اون کاری که مک‌گرگر مدرز شروع کرد توی طلوع زرین، توی
شکل دادن به یک تاروت، به یک سیستم تاروت بسیار مهم و چی میگن ساختار بندی شده، اون رو ادوارد ویت تبدیل کرد به یک چیز عوام که ملت ازش استفاده بکنن و خیلی از طریق اینتویشن یا شهودی بهش نگاه بکنن. ولی کرولی دوباره برگردون تاروت رو به این که نه، تاروت یک وسیله جدی هست و ما باید به تمام نمادها، به تمام رنگ‌هایی که استفاده می‌کنیم، به تمام هر ضربه قلمی که توی این کارتا هست یک معنی باید داشته باشه. اون رو توی این کارتاش با کمک هنرمند عظیم الجثه فریدا هریس واقعا خیلی کار عجیبی کرد، الان نمیتونم واردش بشم. با کمک این کارتای تاروت به وجود آورد و این یه جورایی یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که توی تاروت رقم خورده. و در پایان میرسیم به تاروت معاصر. و حرفی که من درباره تاروت معاصر دارم اینه که با وجود اینکه از لحاظ هنری و از لحاظ سیستم و از لحاظ دانش و توان و تمام چیزها تاروت کرولی یه جورایی سر هست نسبت به تاروت ادوارد ویت، باز این نظر من نیست، این یک حقیقته. یک چیزی هست که تاروت ادوارد ویت به وجود آورد که تاروت سوس نتونست به وجود بیاره و در واقع تاروت سوس یا تاروت کرولی خودش یکی از دلایل اینکه تونسته به وجود بیاد همین کاری بود که تاروت ادوارد ویت به وجود آورده و اون این هست که سیستم تاروت رو از اینکه تو بعد یک استراکچر خاص رو فقط هی طراحی بکنی تبدیل کرد به اینکه نه، تاروت یک اثر هنریه که من به هر شکلی که دلم بخواد میتونم بکشمش و طراحیش بکنم. و چیزی که ما اینجا داریم تو این عکس مثلا میبینیم اینه که ما هزاران هزار حتی صدها هزار تاروت مختلف در حال تولید هست. حتی الان تاروت‌های مختلف به شکل‌های مختلف، این هنرمند یه تاروت درست کرده، یه هنرمند دیگه یه تاروت دیگه درست کرده. اینا چیزایی هست که قبلا وجود نداشته. قبل از قرن 20، قبل از تاروت ادوارد ویت ما تاروت‌های انقدر زیادی نداشتیم. به تاروت به شکل یک اثر هنری به این شکل نگاه نمی‌کردن. ولی الان انسان‌های خیلی زیادی هستن که با این نقاشی‌ها، با این تصاویر با خیلی ارتباط برقرار میکنن و خیلی کارها انجام میدن و نگاه خودشون رو وارد کارت تاروت میکنن. من خودم اولین دسته کارت تاروت رو گرفتم، تاروت هابیت بود که داستان هابیت رو توی کارتا نقاشی کرده، یعنی این داستان ارباب حلقه ها رو توی این کارتا به شکل خیلی بامزه‌ای کشیده. یا مثلا این دسته کارت دیگه دارم که بیشتر نشونش خواهم داد، فکر کنم تمام کلاس‌های آینده رو از طریق این کارتا آموزش بدم. اسمش هست رومی تارو که یکم شناخته شده نیست و کمیابم هست. من این رو از یک نفر قرض گرفتم که یک آقای انگلیسی نامی یک تاروتی درست کرده که توش پایینش شعرهای مولوی رو گذاشته، به انگلیسی البته. ورژن ترکیش هم هست و واقعا کار خوبی کرده میتونم بگم، با اینکه یک آدم انگلیسیه و هیچ کانکشنی نداره ولی خیلی کار خوبی کرده و کتابی که باهاش چاپ کردم خیلی کتاب خوبی هست. و حالا بعداً من این کارت رو بیشتر بهتون نشون خواهم داد. این بود یک کلیتی از تاریخچه تاروت که خیلی هم طول کشید گفتنش، ولی زیادم مختصر نبود. من قول داده بودم مختصر باشه، ولی تاریخ دیگه چیزی حدود 600 سال، بیشتر 700-800 سال از تاریخچه تاروت رو باید توضیح میدادم که برسیم به این که چی هست تاروت اصلا. آره، یک سری وسیله بازی که باهاش قمار میکردن، حکم بازی میکردن و بعد یک سری آدم ها که توی عوالم ملکوتی سیر میکردن یک سری ایده های توش به وجود آوردن و بعد یک سیستم هایی به وجود اومد و الان هم تبدیل شده به یک اثر هنری که آدم ها به شکل یک چالشی نگاه میکنن که من میخوام حالا کار تاروت خودم رو درست بکنم. کاری که آناهیتا عزیز داره انجام میده و من از کارت خورشیدش استفاده کردم برای پوسترم که حالا خیلی هم کار زیبایی داره انجام میده. واقعا خارق العاده است تاروتی که آناهیتا داره درست میکنه. خب با این میرسیم به این که تاروت چی هست، ساختار تاروت به چه شکله و چه جوری کار میکنه. اینجا یک بیت از مثنوی رو گذاشتم که من رو به یاد تاروت میندازه که واقعات بازگویم یک به یک،
پس یقین گردد صفا بر اهل شک، که تاروت واقعات رو دونه به دونه به آدم نشون میده، اونطور که اون زیبایی که توی دنیا میبینی به تو الهام میشه و تو یقین پیدا میکنی که این یک حقیقت هست. این که تاروت چی هست و چه استفاده ای ازش میشه و چجوری کار میکنه رو ما میتونیم از طریق نگاه کردن به تاریخچه‌اش و اینکه چطور این سیستم به وجود اومده در موردش صحبت بکنیم. در واقع شیوه تحقیق من در یادگیری تاروت این نبوده که برم مثلا یک کتاب بخونم یا پیش یک استادی برم و اون بهم بگه این کارت معنیش این هست و این کارت معنیش این هست و این کارت معنیش این هست و اینا کنار هم این قرار میگه و اینا این میشه. من رو هیچ وقت نپسندیدم. من میگفتم که نه، یک تاریخچه‌ای هست این وسط و وقتی که تو به این تاریخچه نگاه میکنی میبینی که خیلی مدرسه های مختلفی بوده، مکتب های مختلفی بوده. اصلا همین کرولی رو میای میخونی کتابشو و میای ادوارد بیت کتابشو میخونی میبینی که اصلا کلا این چیزای متفاوتی دارن میگن. اصلا جوری که در مورد مثلا شیش شمشیر حرف میزنن کاملا متفاوته. اصلا شیش شمشیر کرولی بسیار متفاوته با شیش شمشیر ادوارد ویت. برای همین میگم که خب چی هست اصلا؟ چی شد که این سیستم به وجود اومده؟ چرا 4 تا سود هست؟ چرا 10 تا عدده؟ اینا از کجا میاد؟ و وقتی که تو این رو میفهمی و این رو یاد میگیری و میتونی توش نگاه بکنی، اون وقت دلیل این که مثلا کرولی میگه معنی این کارت این هست یا دلیل این که ادوارد ویت میگه معنی این کارت این هست برای تو بیشتر قابل فهم میشه. و وقتی که تو این دلیل رو میفهمی، اون وقته که جا باز میشه برای اینکه تو شهود خودت رو بیاری وسط و از اون طریق یاد بگیری. یکی از اصلی ترین چیزهایی که امروزه در آموزش تاروت ازش یاد میکنن این هست که شهود تو در اولویت اول قرار داره. اینکه تو توی کارت ها چی میبینی شماره 1، بعد اینکه بقیه در موردش چی گفتن چی هست و این بسیار درسته. اما نکته اینجاست که تو باید شهودت رو تربیت بکنی و بهش اطلاعات بدی و بهش آموزش بدی که چجوری نگاه بکنه و چجوری بتونه اون معانی درست رو از دل کارتا بیاره بیرون. و این که تو تاریخچه تاروت و استراکچرش رو بتونی درک بکنی خیلی کمک خواهد کرد در این زمینه که حالا جلوتر دلیل این ارتباط تاریخچه به معانی که شهودتو میاره بیرون رو بهش میرسیم. تاروت در واقع به 3 دسته کلی تقسیم میشه. اولین دسته هستش اسرار مهتر که بهش میگن میجر آرکانا، که همون ترایمفز هایی که گفتم، همون دسته کارت حاکمی که بعد از اومدن مملوک و نوایب به اروپا بهش اضافه شده، که 22 تا کارته که این 22 تا کارت تصاویری که دارن یک سری شخصیت های رنسانسی هستن. تو وقتی که نگاه میکنی همه تاروت ها رو میبینی یه سری شخصیت های رنسانسی هستن که مثلا پادشاه، ملکه است، کشیش، چنانه قلعه است که داره نابود میشه، شیطانه و همچنین عوالم آسمانی مثل کوکب و ستاره و خورشید و ماه و همه این چیزهایی که تو وقتی که نگاه میکنی هم فرهنگ اروپای اون موقع رو توش میبینی، هم یک سری چیزای گنده‌ای مثل خورشید، مثل ماه رو میبینی، هم یک سری چیزای مذهبی مثل کشیش یا کارت جاجمنت رو میبینی، یا یه سری چیزای بسیار مشخص‌تر مثل بهش میگن the virtues یا virtue چی میشه به فارسی خدای من، صفات خوب، چیزهای خوبی که باید داشته باشی. اونا رو مثلا میبینی جاستیس هست، strength هست، fortitude و برای همین یک بلبشویی از تصاویر مختلف. و در تمام این سالها آدم‌ها تلاش کردن بفهمن که این 22 تا کارت چجوری کنار هم قرار گرفتن، چجوری معنی پیدا کردن بینشون. و خب نظریات خیلی زیادی هست و هر سیستمی شکل خودش رو کار کرده و من میخوام توی این کارگاه نظر خودم رو بگم و اینکه نظر من چه اهمیتی داره جلوتر توی توصیف اینکه شیوه تحقیق من چی هست خواهم گفت. ولی نظر کلی من این هست که این 22 تا کارت دارن یک سفری رو توضیح میدن از این
فول یا احمق، این سفر آغاز میشه وقتی که این احمق میره وارد سفر میشه و بعد دونه دونه تمام این کارت ها رو طی میکنه. هر کدومشون یک مرحله ای از این سفر هستن و یک اتفاق خاصی تو اون سفر براش میفته. یک سری چالش ها رو میگذرونه، تغییر میکنه، چیزهای جدیدی یاد میگیره، یک انسان دیگه میشه، پوست میندازه و در پایان یک اژدهای بزرگی رو به شکلی شکست میده یا به یک گنجی دست پیدا میکنه و خردمندتر، پخته‌تر و خوشبخت‌تر برمیگرده خونه و چرخه به این شکل تمام میشه و این چرخه دوباره آغاز میشه و بعد تمام میشه، دوباره آغاز میشه و بعد تمام میشه. در رسیدن به این تفسیر، به این توصیف از این 22 تا کارت، من از نظریه مونومیث جوزف کمپل استفاده کردم. قضیه مونومیث جوزف کمپل میگه که ما وقتی که انسان شروع کرد به داستانگویی، همه داشتن یک سری داستان‌ها میگفتن، ولی یک سری داستان‌ها بودن که همه باهاش احساس همدردی میکردن و میفهمیدن که این داستان دقیقاً داستان زندگی منه. داستان جذاب بوده، بستسلر داستان‌ها بوده، داستانی بوده که پرفروش ترین بوده و اون داستان‌ها تبدیل میشدن به اسطوره‌ها و بعد اون اسطوره‌ها خودشون مایه الهامی میشدن به اسطوره‌های بعدی و بعد اون اسطوره‌های بعدی میشدن الهام اسطوره‌های بعدترشون. همینطور تا داستان‌ها، بعد داستان‌های دینی، داستان‌های مذهبی و نمایشنامه‌هایی که نوشته شده، بعد رمان‌هایی که نوشته شده و حتی الان فیلم‌هایی که الان ساخته میشه، همشون از یک الگویی پیروی میکنن که این الگو هزاران سال پیش توسط پدر جد ما به وجود اومده و اون الگو توی تاروت مشخصه. در واقع یکی از کارهایی که من در آینده میخوام انجام بدم اینه که تاروت رو توی فیلم ها توضیح بدم، بگم این صحنه این فیلم این کارت میجر آرکانا است، این صحنه فیلم این کارت اسرار مهتره، این صحنه اینه و بگم که قشنگ همونه، یعنی این داستان رو کامل میبینیم. و حالا این داستان چی هست؟ این داستان سفر انسان در شناخت خودشه و فهمیدن این که دنیا همش در حال تغییره، که تو داری زندگی تو میکنی و یک اتفاقی میفته، بعد برای اینکه با این اتفاق کوپ بکنی و باهاش درکش بکنی یک سری مراحلی رو طی میکنی و بعد این مراحل تموم میشه و تو اون اتفاق رو درک میکنی و بخشی از تو میشه و بعد برمیگردی ادامه زندگی و این هی تکرار میشه و این هی تکرار میشه. حتی خود زندگی ما، کل زندگی ما این سفر هست، از اون اول که رند هستیم، بعد یک چیزی رو یاد میگیریم، بعد فلان 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 و برای همین این الگو بودنش، این بسیار گسترده بودن این میجر آرکاناست که باعث میشه بشه باهاش فال گرفت، بشه باهاش نگاه کرد و بگی که من الان اینجای سفر هستم، قرار برسم به اینجای سفر بعدن. خیلی سیستم ساده به نظر میاد وقتی که تو از این زاویه بهش نگاه میکنی. بعد از اسرار مهتر میرسیم به اسرار همایونی. اسرار همایونی در واقع هست کارت بهش میگن، کارت های پادشاهی یه جورایی میشه گفت. این کارت های پادشاهی 4 تا شخصیت هستن که این 4 تا شخصیت همون شاه بی سرباز خودمون توی کارت های ورق بازی هستن، ولی در واقع یک کارت دیگه بهشون اضافه شده که همین حالا اینکه کدوم کارت اضافه شده مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که این 4 تا کارت توی این 4 تا سوت که حالا در مورد سوت‌ها صحبت خواهم کرد که چی هستن این 4 تا سوت wands and cups and swords and coins. در مورد اینها یه ذره جلوتر صحبت خواهم کرد توی اسرار مهتر، اسرار کهتر، ولی اول این 4 تا شخصیت رو بعد بگم. این 4 تا شخصیت خیلی ساده است اینکه از کجا اومدن، ولی اینکه بعداً تبدیل به چی شدن یه ذره پیچیده میشه که حالا جلوتر، حالا این جلسه نقطاً در جلسه آینده بهش میرسیم. ولی سادگیش در این هست که نمایانگر اتفاقی بودن که در سطح سیاسی کشور در حال افتادنه. یه جورایی بخوام خیلی ساده بگم و یه ذرم تیزینگ هست، یعنی در مورد آینده اشاره میکنه، مثل شاهنامه است. شاهنامه میاد داستان پادشاه ها رو میگه
و خوندن داستان پادشاه ها برای مردم عادی جذابه که پادشاه ها این کار کردن، واو خدای من این استراکچر چجوری بوده، چجوری شاه ها با هم دیگه حرف میزدن. این 4 تا کارت هم میخوان همین کار رو بکنن در مورد این 4 تا شخصیت اصلی که نمایانگر 4 فرقه، نه فرقه که نمیشه گفت، 4 سطح اهمیت توی قصر پادشاهی بود رو میخوان بهش اشاره بکنن. از بالا به پایین داریم پادشاه، کسی که روی تخت نشسته و پادشاهه. بعد ملکه کسیه که به حرف پادشاه گوش میده ولی دوم هست در مسیر هایرارکی، یعنی همه به حرف ملکه گوش میدن، ملکه به حرف پادشاه گوش میده. و بعد سوار یا شوالیه، که شوالیه کسی بود که برای ملکه کار میکرده، یعنی پادشاه یک دستوری داشته، دستورش رو به ملکه میگفته، ملکه این دستور رو میرفته به شوالیه میداده که انجام بده. و در پایان هم داریم پیج یا نیو که یه جورایی میشه گفت غلام یا کنیز یا کسی که چی میگن پاسدار بوده. از یک زاویه نگاه بکنی بهش همه شعر فارسی بگذاریم مهم نیست، جلوتر باید بگم ولی از لحاظ سمبولیک و نمادین این استراکچر رو تو میتونی نگاه بکنی که ما پادشاه رو داریم، بعد ملکه رو داریم و بعد شوالیه رو داریم و بعد مردم عادی رو داریم. یعنی تو این استراکچر رو از بالا به پایین توی این 4 تا شخصیت میبینی و این 4 تا شخصیت به وجود اومدن به خاطر اینکه نماد کلیت کنار هم قرار دادن استراکچر جامعه در درون این 4 تا شخصیت وجود داشت. همه آدم‌هایی که توی اروپای قرن 20 زندگی می‌کردن خودشون رو زیر سایه این 4 تا شخصیت می‌دیدن که به طرز ناراحت کننده ای ما الان این رو مشاهده می‌کنیم توی مردم خودمون که یا باید پادشاهی بالا سرشون باشه یا باید یه رهبری بالا سرشون باشه تا بتونن درک بکنن که دنیا چه جوری کار می‌کنه. نمیتونن بگن که آقا من خودم میشم پادشاه خودم، نه باید یه کسی باشه بالا سر، یک آقا بالا سری باید وجود داشته باشه که حالا میگذاریم از اون. خلاصه اینکه این 4 تا شخصیتی که میبینیم توی وقتی که تاروت به وجود میاد اون اوایل این 4 تا شخصیت بودن: پادشاه، ملکه، شوالیه و نیف یا سکوایر یا جامه‌دار، کسی که غلام بهترین گزینه است. ولی وقتی که به گلدن دان میرسه این معانی یه ذره فرق میکنه، تبدیل به چیزای دیگه میشه، یه ذره دیپ‌تر میره که حالا توی جلسه بعد که میخوام در مورد رسول همایونی حرف بزنیم بهش میرسیم. و در پایان میرسیم به اسرار کهتر یا ماینر آرکانا. و اسرار کهتر دقیقا مثل ورق بازی خودمونه، 4 تا خال هست: خال سکه یا کوین یا پنتیکل، طلسم، خال جام، خال شمشیر و خال واند و یا چوب دست. و با مزدگیش هم این هست که این چوب دست که میبینین اینجا الان ما استفاده میکنیم همونطور که توی کارت مملوک دیدین چوگان بوده در واقع. و این چوگان، چوب دست، چوگان، جام، شمشیر و سکه یه جورایی بازتاب دهنده همین 4 تا شخصیت پادشاه، ملکه، شوالیه و غلام رو داشتن. پادشاه چوگان بازی میکنه، پادشاه نمیره بجنگه، پادشاه با چوگانش بازی میکنه. ملکه جام داره، به پادشاه شراب میده، نماینده لذت‌های پادشاهه. و شوالیه است که شمشیر داره و میره به جنگ و مبارزه میکنه. و مردم عادی هستند که از سکه ها استفاده میکنن و با پول زندگیشون رو میگردونن. یه جورایی این 4 تا سوت رفلکت کننده اون 4 تا شخصیت هستن که وقتی که حالا جلوتر نمادشون حرف میزنیم خیلی مشخص تر میشن. ولی این در واقع وقتی که تاروت ساخته شد به این دلیل این 4 تا بودن: واند بوده یا باتان بوده که باز پادشاهی باتان داشته، بعد جام بوده که نشان ملکه بوده، شمشیر بوده که نشان مبارزه بوده و بعد سکه که نشان مردم عادی و اتفاقات روزمره. ولی جلوتر وقتی که تاروت تبدیل شد به یک سیستم استراکچر دادن به سایکی یا همون
اتفاقات اسوتریک، اینا تبدیل شدن به 4 عنصر اصلی: آتش، آب، باد و خاک. و اینکه این 4 عنصر اصلی چه معنی دارن، چطور چوب دست به معنی آتش میشه، جام به معنی آب میشه، شمشیر به معنی باد میشه و سکه به معنی خاک میشه، و اینکه این 4 عنصر دقیقاً چی هستن، اینا چیزایی هست که ما توی جلسات بعد بهش میپردازیم. ولی یه چیز دیگه میمونه و اون این هست که خب 10 تا، چرا 10 تا؟ خب اولا که مشخصه شما 10 تا دست داریم و 10 تا انگشت داریم و ریاضی که اختراع کردیم بر مبنای 10 تاییه. خیلی بامزه است که میشه ریاضی رو بر مبناهای مختلفی هم طراحی کرد، ولی خب ما 10 تا رو انتخاب کردیم چون 10 تا انگشت داریم. و اینکه چرا 10 تا هست، خب جدایی از اینکه خب 10 است، ولی بسیار بسیار فرقه های مختلف و دانش های مختلف از ریاضی گرفته تا هندسه تا فیزیک بر اساس این 10 تا عدد ساخته شده، نومرولوژی. و برای همین توی این کارت ها از این 10 استفاده کردن و از طریق همین این دانش های مختلف هست که معانی مخفیه تاروت مشخص میشه و این تلفیق بین چوگان بودن و عدد مثلا 2 بودن یا 3 بودنه که معنی کارت رو به وجود میاره، که حالا خود اینا همشون چیزایی هستن که ما جلوتر بهش میپردازیم. برای اینکه این بحث رو تمام بکنم که ساختار تاروت چی هست، تا الان همه چیزایی که گفتم ابتدایی ترین مبحث در مورد تاروت هستن. یعنی خیلی تاریخی دارم نگاه میکنم که این استراکچر چجوری به وجود اومده. اون آدمی که خیلی عادی میخواسته یک ورق بازی درست بکنه، چرا این 4 تا کارت، 4 تا دست کارت و 10 تا عدد و این 4 تا شخصیت رو انتخاب کرده؟ ولی یک سیستم دیگه ای هست که بسیار زیبا تاروت توی این سیستم میچینه و به خاطر همینم هست که تمام این فلاسفه و نظریه پردازان علوم خفیه اومدن این تاروت رو توی این سیستم معنا دادن بهش، و اون سیستم قباله است یا کابالا که من صحبت کردم در موردش. و در واقع این 22 کارت های اسرار مهتر و 4 شخصیت اسرار همایونی و 40 کارت اسرار کهتر توی سیستم کابالا یا قباله خیلی زیبا میشینن و معناشون انگار برای این ساخته شده. خیلی عجیبه، یک کوینسیدنس خیلی بامزه‌ایه، چون تاروت خیلی قبل‌تر از اینکه این سیستم ها ساخته بشن ساخته شده بود و این سیستم ها یه جوری بعد از اینکه تاروت ساخته شد به وجود اومدن و بعد از اینکه این سیستم ها خودشون به یک پختگی رسیدن، یه سری آدما اومدن گفتن که تاروت و این سیستم شبیه همن و اینا رو گذاشتن کنار هم. و در واقع این کاریه که من الان توی این ورکشاپ میخوام انجام بدم، ولی به جای اینکه از قباله استفاده بکنم میخوام از فرهنگ ایرانی استفاده بکنم که خب خیلی بامزه است. چیزم که اینجا گذاشتم یه ذره پیچیده است و منم الان زمانم داره از دست میره، زیاد واردش نمیشم. فقط اینجا کلیت بگم که قباله یا کابالا یک سیستم عرفانی تو یهودیت برای اینکه تو تبدیل بشی به خدا، یعنی متوجه بشی که خدا چجوری دنیا رو به وجود میاره. وقتی که تو متوجه بشی که خدا دنیا رو چجوری به وجود میاره، در این عمل خلق دنیا مشارکت داشته باشی. این اصلی‌ترین چیز توی قباله است و فرق اصلیش با تصوف مثلا اینه که تصوف هدف این هست که تو برسی به خدا و یکی بشی با خدا، ولی در قباله هدف این هست که تو به کمک خدا بیای در به وجود آوردن دنیا، که یه ذره شبیه هست به زرتشت، که توی دین زرتشت تو میخوای کمک بکنی به مبارزه بین اهریمن و اهورا که نقش انسان ها اینه، توی یهودیت هم نقش اون اینه. ولی کلیتش این هست که یک درختی هست که تو خدا از طریق این درخت این دنیا رو به وجود میاره. از 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دنیا این شکلی به وجود میاد، از 1 تا 10، که هر کدوم اینا معنی داره و حالا واردش نمیشیم. و کارت های اسرار کبیر، ببخشید اسرار مهتر یا میجر آرکانا، در واقع این خط هایی هستن که این 10 شماره رو به هم وصل میکنه. و کارت های اسرار همایونی 4 شخصیت مهم توی این سیستم هستن. الان اینجا شما نمیبینید ولی
این یک شخصیتی است به نام آبا، یک شخصیتی است به نام اما، پدر مادر، یک شخصیتی است به نام پسر و یک شخصیتی است به نام دختر و در واقع همون پادشاه، ملکه، شوالیه و غلام هستند. و همچنین اسرار مهتر توی کابالا به این شکل توصیف میشه که نحوه به وجود اومدن دنیا از طریق 4 دنیا شکل میگیره. یعنی خدا یک ایده‌ای داره، این ایده از دنیای اتسیلوت میگذره، بعد از دنیای برایا میگذره، بعد دنیای یتسیرا میگذره، بعد دنیای آسیا میگذره و بعد به وجود میاد. و هر کدوم از این دنیاها هم 10 تا شماره دارن که میشه 10 کارت چوگان، 10 کارت جام، 10 کارت شمشیر و 10 کارت سکه. که حالا میگم خیلی الان پیچیده شد، ولی صرفا خواستم ببینیم که چطور سیستم کابالا که خودش یک جداه و سیستم تاروت که خیلی این هم جداه، اینقدر زیبا کنار هم قرار میگیرن و خیلی فلاسفه و نظریه پردازان مختلفی این دوتا رو کنار هم قرار دادن با وجود اینکه حقیقتا و تاریخی اینا به هم ربطی نداشتن. خب حالا میرسیم به بخش‌های پایانی که هدف من از این کلاس چی هست. توی اسلاید قبلی من توضیح دادم که هدف از قباله این هست که تو به کمک خدا بیای در خلق دنیا و همچنین توی تصوف هدف این هست که تو برسی به خدا، به وصال برسی. توی فرقه های جادوگری استفاده‌ای که از تاروت میکنن چندین چیز مختلف هست. یکیش همین فالبینیه، همین فالگیری هست. ولی یکی از استفاده اصلی که انجام میدن از تاروت این هست که میان تمام این سیستم های مختلف از ستاره شناسی گرفته تا نومرولوژی، یعنی علم اعداد، تا قباله، تا فلسفه هرمسی، تا همه اینها رو میان از طریق تاروت یاد میدن. یعنی چطور توی اینجا ما داشتیم توضیح میدادیم که این درخت این هست و فلان و بیسار اینها، اگر تو بتونی تشخیص بدی که این کارت به این بخش درخت مربوطه، وقتی که از کارت های تاروت استفاده میکنی این آگاهی نسبت به این دانش بر تو یه جورایی شهودی وارد میشه. در واقع استفاده که از تاروت میکردن یادگیری یک سری مباحثی بوده که خیلی پیچیده است که تو صرفا بشینی کتاب بخونی و یاد بگیریشون، بلکه باید اینا توی زندگی بیایی و ازشون استفاده بکنی و بهشون نگاه بکنی و بخشی از زندگی تو بشن. و یکی از راهایی که میتونن این مباحث بخشی از زندگی تو بشن اینه که تاروت بگیری برای خودت، نگاه بکنی، یک سری کارت در بیاری و بگی این چیه و رابطهشون رو با همدیگه، رابطه کارت‌ها با همدیگه تشخیص بدی. و اینا چیزایی هستن که حالا من در پایان جلسه آخر اینکه از کارت‌های تاروت چجوری استفاده بکنیم حرف خواهم زد. اما هدف اصلی من اینه که در مورد تاریخ ایران از طریق کارت‌های تاروت حرف بزنم. در واقع به جای این که در مورد مباحث فلسفی و پیچیده‌ای مثل قباله، مثل هرمتیسیزم، مثل استرولوژی، مثل علم اعداد اینها بخوام صحبت بکنم، چیزی که میخوام از تاروت استفاده بکنم برای صحبت ازش تاریخ ایران هست. تاریخ این که چی شده ما الان اینجا هستیم و در این موقعیت قرار گرفتیم. چون اونهایی که تاریخ رو نمیخوانند محکوم به تکرار آن هستند و اون چیزیه که ما مشخصا توی شاهنامه میبینیم. یعنی کل شاهنامه همینه، یک سری پادشاه بودن، یک سری کارهای اشتباه کردن، بعد بگاه رفتن، بعد یه پادشاه دیگه اومدن همون اشتباهاتو کردن، باز بگاه رفتن، و پادشاه‌های دیگه و پادشاه‌های دیگه و همینجور از اول شاهنامه تا آخر شاهنامه پادشاه پشت پادشاهی که برادرکشی میکنه، پدرکشی میکنه، خیانت میکنه، دروغ میگه. یک دونه وسط هست که پادشاهی که کار خوب میکنه که حالا نمیپردازیم بهش. ولی اگر این پادشاه‌ها میخوندن این شاهنامه رو، همونطور که اصلا هدف از شاهنامه همین این بوده که شما باید این شاهنامه رو بخونی، به خصوص اگر پادشاه و حاکم هستی بخونی که درس بگیری و عبرت بگیری و این اشتباهات رو انجام ندی. من میخوام از تاروت پارسی استفاده بکنم که یک سری مباحث مهم در تاریخ و فرهنگ ایران رو توضیح بدم که اون اشتباهاتی که در تاریخ گذشته ما اتفاق افتاده و بخش از هویت ما شده رو دیگه انجام ندیم. در واقع نگاه بکنیم به خودمون و یک سری چیزهایی که ما رو تبدیل کرده به انسانهایی که هستیم رو پاک بکنیم و بشوریم و از شخصیتمون بذاریمشون کنار، چون چیزهای خوبی نیستن، رفتارهای خوبی نیستن،
خیلی ساده بخوام بگم نژاد پرستیم. کل هویت ایرانی بر اساس نژاد پرستی طراحی شده و ما باید این رو پاک بکنیم و این باید از بین بره. حالا یه ذره ممکنه این خیلی الان من پرتاب کردم این حقیقت رو به شما که نژاد پرستی در هویتمون هست، ولی خب متاسفم یک حقیقته و از طریق تاروت میتونیم این رو ببینیم و میتونیم بفهمیم که چرا این اتفاق داره میفته و چجوری داره این اتفاق میفته. و برای این من از شیوه تحقیق و تدریسی استفاده میکنم که الهام گرفته از این 3 آدم هست. یعنی این 3 آدم رو گذاشتم کنار هم برای اینکه چطوری این فرهنگ ایرانی رو و این علوم حالا تصوف یا هر چیزی که هست رو بیارم وارد کارت تاروت بکنم. اول از کارل گوستاو یونگ شروع میکنم و سینکرونیسیتی، که کانسپت سینکرونیسیتی خیلی کانسپت جذابیه و اصلی ترین سیستمیه که من استفاده میکنم برای اینکه از تاروت استفاده، یعنی اینکه از چجوری از تاروت استفاده بکنم رو از طریق سینکرونیسیتی بهش نگاه میکنم. و سینکرونیسیتی حرفی که میزنه این هست که ما توی زندگیمون لحظات زیادی هست که یک اتفاقی میفته که بسیار عجیبه. یعنی تو پیش خود میگی که مثلا داری در مورد یک چیزی فکر میکنی، یهو خوابه، ببخشید، در مورد یک آدمی یه خواب یه آدمی میبینی و اون آدم فردا بهت مسیج میده و مثلا 10 ساله که با هم حرف نزدید. یا مثلا داری در مورد چیزی فکر میکنی یهو جلوت ظاهر میشه. یا مثلا گوشیتو نگاه میکنی و میبینی که 11 11 11 11 و یا نگاه میکنی. همین اتفاقات عجیب غریبی که خیلی تصادفیه ولی به طرز عجیبی برات انگار معنا داره. میگی که انگار یه چیزی بود این وسط، یه خدایی اینو مثلا به وجود آورده، یا هر چیزی پیش خودت نظر تو رو جلب میکنه این اتفاق عجیب. یونگ میگه این اتفاق عجیبی که اینجا به وجود اومده و نظر تو جلب شده در واقع پیامی از ناخودآگاه تو و ناخودآگاه تو خواسته که این عمل تصادفی برای تو معنا داشته باشه تا از طریق این یک سری چیزها در مورد تو برات فهم بشه. و استفاده‌ای که یونگ میکنه از این پیام‌های سینکرونیسیتی یا بهشون میشه گفت همزمانی این هست که نگاه کنه و ببینه که در درون ناخودآگاه تو چه خبر هست. این استفاده‌ای که یونگ از سینکرونیسیتی میکنه. حالا بخوام به یک شکل دیگه‌ای بگمش، به شکل ساده‌تری بگمش، ما همه میتونستیم در جای دیگه‌ای در دنیا به دنیا بیایم. میتونستیم توی آفریقا، میتونستیم توی آسیا، میتونستیم توی چه میدونم اروپا، میتونستیم تو آمریکا، یه جای دیگه‌ای به دنیا بیایم. ولی حادثه اینطور رقم خورده که ما توی ایران قرن 21 به دنیا بیایم. بعضیمون قرن 20 به دنیا اومدن ولی توی ایران قرن 20 داریم، 21 داریم زندگی میکنیم و تمام چیزهایی که ایران قرن 21 هست تصادفی بر ما تحمیل شده ولی یک معنی پشتشون هست و فهمیدن اون معنی تنها راه ما برای فهمیدن خودمونه. اگر بیایم بگیم که من نمیخوام با اسلام کار داشته باشم، نمیخوام با زرتشت کار داشته باشم، نمیخوام با این چیزا، من میخوام اصلا برم ولش کن، بی خیال، میندازم دور از زندگیم و باهاش کاری ندارم، یک بخش هایی از ناخودآگاه، حالا نه اینکه لزوما بعد این اتفاق بیفته، ولی اگر کسی میخواد وارد ناخودآگاهش بشه، نگاه کردن به این اسطوره ها، نگاه کردن به این فرهنگی که ما رو به وجود آورده و بزرگمون کرده و توی خونمون هست و توی رگ‌هامون هست و توی تاریخچه ناخودآگاه ذهنمون هست، نگاه کردن به این فرهنگ، به این اسطوره های ما کمک خواهد کرد برای شناختن اینکه کی هستیم و چی هستیم. و این چیزی که یونگ از طریق نگاه کردن به سینکرونیسیتی بهش معنا میده و جوری که یونگ بهش معنا میده اینه که کهن الگوهایی توی سینکرونیسیتی وجود داره. کهن الگو چیزیه که سالیان سال، هزاران سال در حتی فرهنگ‌های مختلف یکسان بوده و این چیزیه که تاروت میتونه معناش رو در درون خودش به ما نشون بده. اینکه وقتی تاروت در مورد شاه، ملکه، سرباز و خادم یا غلام حرف میزنه، این آرکیتایپ ها، این 4 آرکیتایپ
توی فرهنگ ایرانی چی هستن، یا اینکه این 10 تا و این 4 تا دنیا، یا اینکه این 20 تا مسیری که داره طی میشه توی فرهنگ ایرانی اینا چی هستن. اونها کهن الگویی هستن که دریچه‌ای هستن برای شناختن اینکه ما کی هستیم و چی هستیم. و برای اینکه بتونیم پیدا بکنیم که این دریچه‌ها چی هستن، من از 2 تا هنرمند معاصر استفاده کردم. یک، بهرام بیضایی و 2، شفیعی کدکنی. و این 2 تا بسیار کارهای ارزنده‌ای کردن در شناخت شعر فلسفی، شعر عرفانی ایرانی، شفیعی کدکنی، و فرهنگ اسطوره‌ای و روایت و داستانگویی و فولکلور ایرانی، بهرام بیضایی. و من صرفاً 2 تا مثال از کتاب‌هاشون رو دارم میگم که استفاده می‌کنن. از این آفتابم یه ذره چیز شد. بیضایی یک کتابی نوشته به نام هزار افسان کجاست. از این کتاب استفاده خواهم کرد. حالا جلوتر این قسمتش رو ازش براتون میخونم. و همچنین شفیعی کدکنی یک کتابی نوشته به نام درآمدی و سبک شناسی نگاه عرفانی یا زبان شعر در نثر صوفیه، که میاد میگه که چطور تصوف یا صوفیان اومدن از شعر استفاده کردن برای گفتن مفاهیم عرفانیشون، و از طریق شعر ما چطور میتونیم بفهمیم که اونها به چی رسیده بودن و این شعر چجوری اصلا شکل گرفته بود و به کجا رسیده بود. و اصلی ترین چیزی که این کتاب برای من آورد این هست که من توی شک بودم که آیا کاری که دارم میکنم در راستای این که دارم حافظ یا مولوی یا سعدی یا هر کسی رو ربط میدم به تاروت، آیا کار درستی هست اصلا؟ نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه دارم کلا اصلا چرا بی‌معنیه. بعد یه جمله توی این کتاب خیلی به من کمک کرد در این زمینه که میخونم: از نخستین ادوار تصوف ایرانی، عبور از ظاهر متن و سیر دل بخواه خواننده در فضای تداعی‌های خیش امری بسیار رایج بوده است. یعنی همه توی این شعر فلسفی نگاه نمی‌کردن که معنی متن چیه، میرفتن ذهن خودشون رو رها می‌کردن که هر چی می‌خواد ازش در بیاره. نه تنها قرآن و حدیث و شعر و امثال رو تعویل کردند که عبارات فروشندگان دورگرد را در معرفی کالای خیش نیز میدانی برای تفسیرهای ویژه خود دیدند و گاه عبارات فاقد معنی رایج در زبان کودکان را هم به عوالم بسیار ژرف تصوف کشانیدند. و این تعویلگرایی ها و جستجوی معنی در بی‌معنی یا جستجوی معنی در آن سوی متن و مقصود مؤلف کار بسیار رایجی بوده است. برای همینی که ما مثنوی رو وقتی که میخونیم، مولوی ها از داستان خر و کنیزک که داستان سکسی اوور سکشوالایزد عجیب غریبه، یک مفاهیم عرفانی میکشه بیرون که عقل خرم بهش نمیرسه. حتی من یک سری چیزای اینستاگرامی دیدم که مسخره کرده بودن این قضیه رو، که تو میتونی چیزای عرفانی و اسلامی از درون مثلا یه توپ دارم قلقلیه هم در بیاری، و این حقیقته، این کاریه که میکردن. و خب من هم همین کار رو میخوام با تاروت انجام بدم، ولی در کنار هزار افسان کجاست بیضایی به عنوان یک اثر هنری و در کنار سینکرونیسیتی یو. و در پایان میرسیم به این که این استراکچر تاروت رو من چجوری میخوام توی این کارگاه به شما درس بدم. که همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم که آغازگر کارگاه باشه. یک، اسرار مهتر تاروت یا میجر آرکانا رو از طریق اشعار حافظ میخوام توضیح بدم. این کار رو من تا الان انجام دادم. اگر بریم توی اینستاگرام من، تمام پستایی که گذاشتم اینه که 22 تا کارت تاروت رو اومدم گفتم هر کدوم این کارت ها در شعر حافظ چی هستن، و در واقع یه ذره دراماتیک حرف زدم توش. در واقع خود حافظ به خصوص نیست، بلکه منظورم تمام ادب تصوف فارسیه، از سعدی تا حافظ تا مولوی تا عطار تا سنایی. همه اینها از یک زبان مشترک سمبولیکی استفاده میکنن. تو همه اینها صنم یک معنی داره، شراب یک معنی داره، یعنی نه اینکه معنیش یکیه، بلکه یک فانکشن، یک عمل کرد رو داره، در مورد یک چیز خاصی داره حرف میزنه که تو وقتی که اون کلمه رو میبینی، دنیایی که پشت اون چیز هست بر تو باز میشه. و این دقیقاً کاریه که هر کارت تاروت انجام میده. کارت تاروت هرمیت
یک عملیه، یک چیزی رو داره نشون میده که اون عمل برای هر کسی یک معنی داره بر اساس چیزی که هست و همون کاری که این شکل و این تصویر این کارت انجام میده رو خضر، کلمه خضر توی شعر فارسی اون عمل رو انجام میده. و دلیل این که من میگم اسرار مهتر رو با حافظ دوست دارم توضیح بدم به خاطر این هست که اگر ما این کلمات و این معانی ها رو به عنوان کارت‌های تاروت در شعر فارسی در نظر بگیریم، حافظ بهترین تاروت گیرنده میون تمام شاعرای دیگه است. یعنی سعدی هم تاروت داره میگیره با شعرش، مولوی هم داره تاروت میگیره، ولی حافظ از همه بهتر تاروت میگیره. حافظ از همه بهتر این کلمات رو کنار هم میچینه و زیبا یک جمله‌ای درست میکنه که تو وقتی که باز میکنی شعر حافظو همینجوری رندوم و نگاه میکنی کنار هم که قرار میگیرن اون معنی که توش هست رو متوجه میشی. برای مولوی یه ذره میبرتت یه جای دیگه، سعدی میخواد ببرتت یه جای دیگه، ولی حافظ میخواد برات تاروت بگیره، حافظ میخواد برات فال بگیره و به خاطر همینم هست که فال حافظ از همه مهمتره. همه با مولوی تفال میزنن، با قرآن تفال میزنن، ولی هیچ چیز مثل حافظ نیست. من حالا آدمی هستم که خب کارم فال گرفتنه و با همه چیز دارم فال میگیرم، ولی خب حافظ اصلا یه چیز دیگه است. و کاری که من میکنم هر دونه از این کارت‌های تاروت رو، این 22 تا کارت اسرار مهتر رو به یک حرف، به یک نماد توی شعر حافظ ربط میدم و از طریق این هم معنی اون کارت تاروت رو بهتون توضیح میدم، هم معنی اون کلمه رو تو شعر حافظ بهتون توضیح میدم. و در نتیجه اگر این چیزهایی که من بگم رو برین بخونین، بیشتر باهاش کار بکنین، بعد از یه مدت، بعد از تمرین، هم میتونین کارت تاروت رو از طریق حافظ یاد بگیرین، هم حافظ از طریق کارت تاروت یاد بگیرین که تو یه حافظ باز میکنی و یهو چشمت میخوره. مثلا اینو من باز کردم، نشان موی میانش که دل در او بستم، ز من مپرس که خود در میان نمیبینم. موی میانش که دل در او بستم کارت 12 هنگدمنه که تو آویزونی و همه چیز رو از دست دادی و فقط به دنبال رسیدن به اون هدف هستی، ولی همه چیز رو از دست دادی. و موی میان توی شعر حافظم همینه. پس این بیت داره میگه که نشان موی میانش که دل در او بستم، ز من مپرس که خود در میان نمیبینم. یعنی از بین رفتم در این مسیری که میخوام برسم به اونجا، به یک نقطه رسیدم که پایبست هستم و نمیتونم جلوتر برم و نمیتونم عقبتر برم. از من مپرس که چی کار بکنم، من گم هستم. این معانیه که توی کارت 12 اسرار مهتر میتونی ازش در بیاری. بعد میرسیم به اسرار همایونی. اسرار همایونی یه ذره پیچیده تره و خیلی از من وقت برد که به این برسم. الانم 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید زود جمع بکنم، ببخشید. این کتاب هزار افسان کجاست بهرام بیضایی واقعا یکی از مهمترین کتاب‌های نوشته شده قرن 21 ایرانه، حتی میتونم بگم، چون یک اتفاق خیلی مهمی رو توش رقم میزنه و اون این هست که میاد توضیح میده که داستان 1001 شب که بسیار معروفه، همه جای دنیا میشناسن، همه جای دنیا ازش استفاده میکنن، فلان اینا. این داستان که به اسم Arabian Nights شناخته میشه، در واقع یک ترجمه عربی از یک کتاب ایرانی بوده به نام هزار افسان که بعد از حمله اسلام به ایران و گرفتن ایران این کتاب رو از بین میبرن و تبدیلش میکنن به یک اثر عربی به نام 1001 شب و بعد این کتاب رو از بین میبرن. کل این کتاب در مورد این هست که میخواد اینو توضیح بده و اثبات بکنه که این نظریه درستی، چون ما هزار افسان رو نداریم، گم شده در تاریخ نیست و این صرفا یک نظریه که خیلی خوب توضیح میده. اما یک اتفاق جالبی میفته توی توضیح دادن این، و اتفاق جالبی که میفته اینه که این داستان هزار افسان خودش یک ورژنی بوده از یک داستان قدیمی تری که توی شاهنامه در داستان ضحاک داریم، که خود این داستان ضحاک یک ورژن قدیمی تری بوده از یک داستانی در اوستا که اسمش بوده داستان اژیدهاک، که خود اون یک گفته ای از یک داستان خیلی قدیمی تر اسطوره‌ای بوده در فلات‌های هندو ایرانی.
در واقع این ریشه یابی که میکنه نشون میده که این داستانها گفته شدن و گفته شدن و گفته شدن در شکل‌های مختلف و یک استراکچری توشون هست که این استراکچر تکرار شده و این استراکچر توی اسرار همایونی به زیبایی به وجود میان و دیده میشن و این چیزی که من میخوام توی قسمت اسرار همایونی از طریق این 4 بخش این داستان اسطوره‌ای بهش بپردازم. بیضایی میگه که شهرزاد و دینازاد در داستان 1001 شب در گوهر اسطوره‌ای خود جانشینان شهرناز و ارنواز شاهنامه و سنگحبک و ارنوک اوستایی‌اند که بنیادشان با ایزدبانوان آب و خاک، آناهیتا و اسپندارمز و نامهایشان با خرد و سخن رستگاری بخش به هم پیوسته است. و با ربط دادن این 4 تا شخصیت، این ایزدبانوان، این سنگحبک و ارنوک، شهرناز، ارنواز و این شخصیت ها توی کارت های تاروت، ما به نتیجه میرسیم که این استراکچر که کینگ، کوین، نایت و نیو چجوری توی اروپا تبدیل شده به معنای ذهنی اروپایی‌ها که چطوری ذهنشون کار میکنه یا بدنشون یا زندگیشون، همون توی ایران توی ضحاک، شهرناز، فریدون و ارنواز اون معنی چجوری داره که حالا خب این خودش خیلی داستانه، من باید جمع بکنم و تمام بکنم. و در پایان اسرار کهتر رو داریم که اسرار کهتر همونطوری گفتم اون 4 تا سوت هستن و 10 تا عدد که از طریق مثنوی معنوی یا کلا سیستم تصوف و مسیر سلوک مولانا بهش خواهیم پرداخت. در واقع مولوی پله پله این یکی از معروف‌ترین کتابایی که در مورد مولوی هست، کتاب پله پله تا ملاقات خدای زرین کوبه که قشنگ نشون میده که کل زندگی مولوی این هست که تو قدم به قدم برسی به خدا. اگر توی قباله، اگر تاروت رو به قباله ربط میدن و میگن که اون مسیر این که خدا چطوری دنیا رو به وجود میاره رو ما میتونیم توی این 4 تا سوت و 10 تا عدد به وجود بیاریم، من میگم من هم از این طرف میتونم نشون بدم چطوری از طریق این 4 تا سوت و 10 تا عدد میتونیم مسیری که مولوی ارائه میده که تو برسی به خدا، قدم به قدم برداری تا بالا برسی، رو بهش بپردازیم که خب خیلی سیستم پیچیده‌ایه، ولی با فهمیدن این که چطور مولوی این سیستم رو طراحی کرده و چطور تو رو فرا میخونه توی مثنوی معنوی که این سیستم رو طی بکنی، همون توی تاروت هم هست، ولی با این تفاوت که کارتا به طرز عجیب غریبی کنار هم قرار میگیرن، ولی خب زیادم تفاوت نداره چون داستان‌های مثنوی هم همینجور در حال چرخیدنن. یه موقع در مورد این بخش قضیه داره حرف میزنه، بعد به اون بخش میرسه و در واقع هم توی اسرار مهتر و هم اسرار همایونی و اسرار کهتر همون استراکچری رو داریم که توی فال حافظ داریم و توی داستان‌های حماسی شاهنامه و اوستا و 1001 شب داریم و هم توی شیوه عجیب غریب داستانگویی مثنوی. با این مقدمه ما میرسیم به پایان این جلسه مقدماتی و حتما یه ایمیل به من بفرستین اگر که علاقه من هستین که بقیه جلسات رو هم باشین که من براتون شماره کارت ها رو بفرستم و هزینه ها رو چیز بکنیم و ادامه بدیم. همچنین من این ویدیو رو میذارم توی یوتیوب و لطفا برای دوستانی که علاقه من هستن شیر بکنین. احتمالاً یه ورژن کوچیکش هم بذارم توی اینستا و اونجا یه ذره تبلیغ بکنیم که آدم ها، اونایی که علاقه من هستن، بیان. خیلی ممنون از اینکه اومدین و به زودی میبینمتون.